باید همیشه در یاد داشته باشیم که همان روز فرا خواهد رسید که نامه اعمال ما بر ما داده می شود. اگر نامه اعمال به انسان داده شود و مردم در ترس و وحشت می آیند و نمی دانند در نامه اعمال خود چی هست، تا اینکه خواهند دید که در آن همه چیز نوشته شده است. حسن بصری رحمت الله علیه می گوید که شنیدم الله تعالی هنگامی که گناه را به بنده ببخشد عقوبت را از بنده پاک خواهد کرد، ولی گناه در اعمال او هست. سپس حسن بصری گریه کرد و بر او گفتند چه چیزی سبب گریه تو شده است؟ حسن بصری می گوید از روی خجالت الله گریه می کنم. الله تعالی بر من رحم کرد، گناه را بر من مغفرت کرد، ولی آن گناه همچنان در صحیفه من نوشته شده است. در حدیث صحیح پیامبر اکرم می فرماید همانا الله در روز قیامت بر بنده خود نزدیک می شود و تمام گناهش را بر وی یادآوری می کند. پس بر او می گوید ای بنده، آیا به یاد داری فلان روز چنان کردی و چنین کردی؟ پس بنده می گوید بله. یعنی آیا به یاد داری که در نماز صبح خواب بودی؟ آیا به یاد داری هنگامی که تنها در اتاق بودی و چیزهای حرام را تماشا کردی؟ آیا به یاد داری؟ آیا به یاد داری که هنگامی بر دروغ قسم خوردی؟ آیا به یاد داری هنگامی که بر دروغ حرف می زدی؟ آیا به یاد داری هنگامی که بر والدین خود غضب کردی و آنچه که نه بر تو ضرر می رساند و نه تو را فقیر می کرد؟ آیا به یاد داری هنگامی که به فلانی بخیلی کردی و غیبت کردی و گفتی این چنان است و چنین است؟ بنده می گوید به یاد دارم. سپس الله می گوید آیا به یاد داری در روز فلانی چنان کار کردی و چنین کار کردی؟ روزی بعدش هنگامی که دیگر کار انجام دادی و در آن سرزمین و در آن ساعت و در آن مجلس و هنگامی که با فلانی نشستی، الله متعال او را به یاد میده ترین گناهش می اندازد تا آنکه گمان کند دیگر هلاک خواهد شد. الله غفور رحیم و با عظمت به او می گوید که همانا من در دنیا آنها را برای تو پوشانیدم و من امروز برای تو بخشش خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.